داستان کوتاه فلاش نوشته ایتالو کالوینو. این ماجرا یک روز سر یک چهارراه اتفاق افتاد. درست وسط جمعیت. مردم می رفتند و می آمدند. من ایستادم. چشمهایم را باز و بسته کردم. یک دفعه احساس کردم هیچ حسی ندارم. هیچ حسی نسبت به هیچ چیز. من هیچ دلیلی نمی دیدم برای چیزها و آدمها. خیلی پوچ و احمقانه بود. شروع کردم به خندیدن. برایم عجیب و غریب بود که تا آن زمان هرگز متوجه این چیزها نشده بودم. تا جایی که همه چیز را باور کرده و پذیرفته بودم. چراغ‌های راهنما، ماشین‌ها، پوسترها، لباس‌های فرم، یادمان‌های تاریخی، همه چیز به طور کامل از هر گونه حسی دنیایی جدا شده بود و من آنها را به عنوان بعضی از ضروریات پذیرفته بودم. بخشی از زنجیره علت و معلول که همه چیز را به هم متصل می کند. بعد ناگهان خنده من از بین رفت. از خجالت سرخ شده بودم. دستهایم را تکان می دادم تا توجه مردم را جلب کنم. داد زدم: یه لحظه صبر کنید. یه اشتباهی وجود داره. همه چیز اشتباهه. ما داریم مسخره ترین کارها رو انجام میدیم. این راه نمیتونه درست باشه. تا کجا میخواد پیش بره؟ مردم اطراف من جمع شدند و کنجکاوانه وراندازم کردند. من آنجا در میان آنها ایستاده بودم و دستهایم را تکان میدادم. با ناامیدی میخواستم دلیل بیاورم تا آنها را هم در پرتوهای آگاهی که خیلی ناگهانی مرا روشن کرده بود سهیم کنم. اما چیزی نگفتم. من هیچی نگفتم، چون همون لحظه‌ای که دستهایم را بالا بردم و دهانم را باز کردم، انگار آن الهام بار دیگر بلعیده شده بود و آن حرفها بفهمی نفهمی بی اختیار از دهانم خارج شده بودند. مردم گفتند: خب منظورت چیه؟ همه چی سر جاشه. همه چی همون طوریه که باعث باشه. هر چیزی نتیجه چیزای دیگه است. همه چی با چیزای دیگه جوره. ما هیچ چیز اشتباه یا پوچی نمیبینیم. شکست خورده آنجا ایستاده بودم، چون دیدم حالا هر چیز دوباره سر جای خودش افتاده و همه چیز خیلی عادی به نظر می رسد. چراغ‌های راهنما، یادمان‌های تاریخی، لباس‌های فرم، برج‌ها، خطوط تراموا، دورگردها، صف‌ها. با این حال این مسئله دیگر به من آرامش نمیداد، بلکه داشتم عذاب می‌کشیدم. گفتم: متاسفم، شاید من اشتباه کردم. اون موقع اونطوری به نظر می رسید، اما حالا همه چیز خوبه. متاسفم. بعد با عجله از میان آنها و از نگاه‌های عصبی و خیره‌شان بیرون آمدم. و هنوز حتی حالا و اکثر اوقات که احساس می کنم چیزی درک نمی کنم، به طور غریزی یک امیدواری مرا در بر می گیرد. شاید دوباره لحظه من دارد فرا می رسد. شاید دقیقاً همان وقتی که می بایست دوباره هیچ چیز را درک نکنم، قرار است درک و بینش‌های دیگری به دست آورم. یافتن و از دست دادن. درست در یک لحظه.